خب نوبتی هم باشه نوبت غذای مخصوص قزوینی است. بریم با هم آمادش کنیم. اول پیازها رو خورد میکنیم، میذاریم تا یه مقدار سبک بشه، بعد گوشت ها رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا رنگ گوشت عوض بشه. بعد زردچوبه، فلفل سیاه و یه قاشق رو اضافه میکنیم و به مدت 2 تا 3 ساعت اجازه میدیم با آب بپزه. تو این فاصله خلال پسته و بادوم رو با مقداری گلاب میذاریم به مدت 2 ساعت خیس بخورن و بعد از اون میریم سراغ خلال پوست پرتقال. با مقداری آب پوست پرتقال رو میجوشونیم و بعد از 10 دقیقه آب کشی میکنیم. این کار رو 3 تا 4 بار انجام میدیم تا کامل تلخی پوست پرتقال گرفته بشه. حالا میریم سراغ اصل ماجرا. کره رو آب میکنیم، خلال پوست پرتقال رو داخل مایتابه میریزیم و خلال پسته و بادوم و زرشکی که از قبل خیس کردیم رو اضافه میکنیم و کاملا تفت میدیم. حالا تمام مواد رو به قابلمه اضافه میکنیم و با مقداری شکر و گلاب اجازه میدیم نیم ساعت دیگه مواد با هم بجوشه. حالا ما یه غذای بی‌نظیری داریم که اگر یه بار درستش بکنی عاشقش میشی. اگر دوست داشتی سابسکرایب کن تا خوشمزه های دیگر رو هم بهت آموزش بدم. غذا از نظر کیفیت حرف نداره و پیشنهادی که میتونم بکنم که واسه کسایی که ذائقه این غذای ترش رو میپسندن، خیلی خوشمزه است، دلپذیره و خیلی هم خوب درست شده. طبق دستوری اگه از طبق اون عمل کنید، به نظرم غذای خیلی خوشمزه‌ایه و خیلی واقعا عالیه. عالی.